سلام و خوش اومدین. من سارا به همراه امیر شما رو به شنیدن اپیزود 5 از پادکست تکامل و قسمت 2 از مجموعه داستان سیگار دعوت میکنیم. تو قسمت اول شنیدیم که در طول قرن 19 تحولات مثل فولوکیوری و وایت برلی صنعت تنباکو رو متحول و زمینه ورود سیگار رو به بازار مهیا کردند تا این پدیده تازه از اواسط قرن 19 تولید کننده ها و مصرف کننده هایی پیدا کنه. در ادامه و در سال 1881 جیمز بونسال ماشین سیگار پیچ رو اختراع کرد و 2 سال بعد از اون جیمز بوکانان دوک با 2 دستگاه از ماشینای بونسال کار تولید سیگار رو شروع کرد. بوکانان دوک ظرف چند سال تونست بازار سیگار رو در اختیار بگیره و با حذف رقبا سال 1890 شرکت بزرگ تنباکوی آمریکا رو تأسیس کنه. شرکت دوک با تبلیغات گسترده و بازاریابی بی‌نظیر و البته با شانس درخشانی که داشت و همراهی دیگرانی که خواسته و ناخواسته از گسترش سیگار سود می‌بردند، این کالای نوظهور رو تبدیل به کالایی پرمصرف کرد. اما در نهایت انحصار بوکانان دوک در بازار تنباکو براش مشکل ساز شد و دولت ایالات متحده سال 1907 کمپانی تنباکوی آمریکا رو مجبور کرد که به 4 شرکت مجزا و مستقل تقسیم بشه. اتفاقی که ناخواسته و ندانسته یه نقطه عطف بزرگ در فراگیر شدن سیگار ایجاد کرد. و حالا همراه من باشید با ادامه داستان پرماجرای سیگار. جیمز بوکانان دوک بعد از 30 سال حضور در صنعت تنباکو و تبدیل سیگار به کالایی پرمصرف و پرسود، در نهایت سال 1912 با دنیای سیگار و تنباکو خداحافظی کرد و ترجیح داد روی صنایع دیگه‌ای مثل صنعت برق سرمایه گذاری کنه. احتمالاً به این خاطر که معتقد بود با شرایط پیش اومده صنعت سیگار و تنباکو دیگه نمیتونه آینده‌ای داشته باشه. کمپانی بزرگ تنباکوی آمریکا اگرچه همچنان پابرجا بود، اما اقتدارش رو از دست داده بود و به شرکت‌های کوچکتری تقسیم شده بود که حالا هر کدوم بخشی از بازار رو در اختیار داشتن و مجبور بودن برای سهم و سود بیشتر به شدت با هم رقابت کنن. اما همین رقابت و تقسیم بازار بود که به این شرکت‌ها کمک کرد تا روش‌ها و شگردای موفق تبلیغاتی رو کشف کنن و روز به روز بیشتر به رواج سیگار دامن بزنن و سود ببرن. از اولین حربه‌هایی که شرکت‌های تولید کننده سیگار کشف کردن، داشتن برند مشخص و تمرکز کامل روی همون برند بود. خیلی از برندهای مشهور سیگار که احتمالاً امروز هم برای همه آشنا هستن تو دهه دوم قرن 19 متولد شدن. کمپانی تنباکوی آمریکا با سیگار لاکی استراگ سال 1917، کمپانی رینولدز با سیگار کمل تو سال 1913، لیگد اند مایرز با سیگار چسترفیلد سال 1912 و بعدها سال 1933 کمپانی فیلیپ موریس با سیگار مارلبورو وارد بازار سیگار شدند و دوران رقابت برندها با هم شروع شد. اما علیرغم برندسازی و پیشرفت کمپانی‌ها، دهه دوم و سوم قرن 20 اصلا دوران خوبی برای تولید کننده نبود.
به خصوص بعد از سال 1920 اوضاع انقدر بد پیش رفت که به نظر می‌رسید بساط سیگار و تجارتش برای همیشه جمع بشه و تاریخ جهان طور دیگه‌ای رقم بخوره. اما وقتی کالایی پرسود باشه و پای سرمایه دارای بزرگ وسط باشه دیگه جمع شدنش به این راحتی ها نیست و در این مورد هم سرمایه داری و تولید کننده های بزرگ سیگار هرگز کنار نکشیدن و در نهایت هم تونستن برنده تمام کشمکش ها باشن. این اولین مشکل جدی و بزرگ در تاریخ سیگار بود. جریانی که اگه نوع بشر کمی شانس می آورد میتونست شر سیگار رو برای همیشه از سر انسانها کم کنه. ولی اینطور نشد و جز یه وقفه کوتاه مدت تأثیری در جلوگیری از گسترش و مصرف سیگار نداشت که هیچ. در نهایت به واسطه یه نبوغ و هوش تولید کننده ها حتی به گسترش بیشتر اونم دامن زد. اولین موج بزرگ مخالفت عمومی با سیگار کم کم تو دهه دوم قرن گذشته شروع به خودنمایی کرد و جدی شد. مخالفتی که همراه و همزمان شدنش با دوران اوج جنبش اعتدال میرفت که سیگار رو در همون آغاز راهش خفه کنه و اجازه کشتن 10 میلیون نفر در آینده رو بهش نده. تمپرنس مومنت یا جنبش اعتدال یک جنبش پرقدرت با سابقه خیلی طولانی بود که هسته مرکزی و علت شکل‌گیریش مخالفت با مشروبات الکلی بود. الکل آشکارا منجر به فساد اخلاقی افراد و تاثیر منفی روی خانواده و در نهایت کل جامعه میشد. اما در طول زمان جنبش اعتدال صرفاً محدود به الکل نمونده بود و حالا با آغاز قرن 20 علاوه بر چیزایی دیگه‌ای مثل قمار، آتشش دامنگیر کمپانیایی تولید کننده سیگار هم شده بود. البته واضحه که تو اون دوره سیگار اصلاً با الکل یا قمار قابل مقایسه نبود. مضرات الکل و قمار و آسیبایی که به سلامتی و اعتبار و آبروی آدم‌ها وارد می‌کردن و همچنین تأثیرشون روی اخلاقیات و سلامت جامعه برای همه شناخته شده بود. مخالفین اینا در جنبش اعتدال هم که عمدتاً زنان بودن با آگاهی از همین تأثیرات و برای جلوگیری از مرگ و بیماری، لابالگری، بی‌قید و بندی همسراشون و در نهایت فساد جامعه خواهان ممنوعیت الکل یا قمار بودن. اما مخالفت با سیگار از جنس دیگه‌ای بود. هیچکس از آسیب‌های سیگار به سلامت افراد خبر نداشت و مسلماً کسی هم به این دلیل خواهان ممنوعیتش نبود. ورود سیگار به لیست سیاه تمپرنس مومنت صرفاً یه مسئله اخلاقی، اجتماعی یا فرهنگی بود و شاید بخشیش به ترس از فراگیر شدن ناگهانی سیگار برمیگشت. البته این نیاز به تاکید نداره که سیگار هم مثل هر پدیده تازه‌ای از همون نقطه شروعش یعنی اوایل دهه 80 قرن 19 مخالفین خودشو داشت. طرفدارای روش‌های قدیمی مصرف تنباکو، تولید کننده ها و فروشنده های پیپ و چپق و امثال اینا و حتی کسایی که صرفا از این کوچولوی سفید خوششون نمی اومد. اینا اگرچه هرگز صداشون و مخالفتشون اثر خاصی روی رشد سیگار نذاشته بود اما خب ساکت هم نشسته بودن و از همون اول به شدت با سیگار مخالفت میکردن. افراد معروف و شناخته شده هم کم نبودن بین این مخالفین. مثلا یکی از معروف تریناشون توماس ادیسون مخترع بزرگ لامپ بود. البته ادیسون خودش سیگاری قهاری بود اما سیگار برگ میکشید و جزء کسایی بود که به شدت با سیگارت یا همین سیگار خودمون مخالف بود. به هر حال این مخالفت‌های جست و گریخته افراد خاص که عمدتاً هم دلایل مشخصی برای مخالفت با سیگار داشتن و تا قبل از 1910 خیلی محدود و کم تعداد بودن تو دهه 1910 شدت گرفت و نگاه کلی جامعه به سیگار کاملاً منفی شد.
تبلیغات وسیع بوکانان دوک و عوامل پنهان آشکاری که بهش کمک کردن باعث شده بود پیر و جوون، کوچیک و بزرگ یه سیگار گوشه یه لبشون باشه و شاید این گسترش سریع و بدون مقدمه ناخودآگاه جامعه آمریکا رو نسبت به این پدیده تازه ترسونده بود. ترسی که خیلی زود استدلالای زیادی برای توجیهش ساخته شد. سیگار پیش زمینه انحراف جوونا و دزدی و قمار و مصرف الکل، یا سیگار مصرف الکل و قمار کردن رو تشدید میکنه و کسی که سیگار بکشه هرگز نمیتونه آدم سر به راه و معتبری باشه. برای ما ایرانی‌ها حتی تو دوران معاصر و زندگی خودمون این واکنش‌های شدید فرهنگی به پدیده‌های تازه اصلاً ناآشنا نیست. مثلا نگاهی که جامعه ما تو مقاطع خاصی به یه شکل خاص لباس پوشیدن یا یه مدل موی خاص پیدا کرده و بعد تمام کسایی که اون مدل موی یا لباسو داشتن آدمای فاسد و بی‌مصرف و منحرف دونسته شدن و استدلالای متنوعی هم برای توجیه این نگاه ساخته شده، اما در نهایت هیچ دلیل منطقی و محکم پشت این توجیهات نبوده و گذر زمان باعث شده اون لباس یا مدل مو به یه مسئله عادی و فراگیر تبدیل بشه. مخالفت‌های اوایل قرن 20 با سیگار دقیقاً از جنس همین مخالفت‌های فرهنگی بود که احتمالاً در حالت عادی هیچ تأثیری روی پیشروی سیگار نمیتونست داشته باشه، ولی آمیخته شدنش با تمپرنس مومنت نگاه منفی جامعه به سیگار رو تبدیل به کابوس کمپانیایی تولید کننده کرد و میرفت تا گسترش سیگار رو کند و حتی متوقف کنه. اون زمان هنوز هیچ کس نمیدونست که سیگار عامل سرطان و 10 بیماری کشنده دیگه است، اما فرهنگ عمومی و نگاه منفی جامعه به این کوچولوی سفید تأثیرش حتی از کشفای پزشکی دهه‌های آینده بیشتر. Temperance is coming, temperance is coming. We used to hear them preach it here and there. But prohibition came, and things are not the same. While you can get your liquor anywhere. جنبش اعتدال در مخالفت با الکل هر روز اوج می گرفت و حالا سیگار هم در نگاه حامیان این جنبش و به خصوص زنان آمریکایی جایگاهی مثل الکل داشت و اکثرا خواهان ممنوعیت تولید و مصرفش بودند. نکته‌ای که شاید تأثیر عمده‌ای روی خواسته‌های این جنبش و حتی نگاه کلی جامعه به پدیده‌ای مثل سیگار یا الکل داشت این بود که تفکر اجتماعی و حتی علمی غالب تو اون دوره چنین عواملی رو به خودی خود پلید می‌دونستند. به این معنا که اگه آدمای زیادی هستن که الکلی یا سیگاری میشن و دیگه به این راحتی نمیتونن کنارش بذارن، دلیلش خطرناک بودن خود الکل یا سیگاره. در واقع خود افراد و خواست و ارادهشون اهمیت چندانی نداره. پس اگه میخوایم جامعه سالمی داشته باشیم تنها راهش حذف این عوامل خطرناک و آسیبزاست. طبیعیه که این نوع تفکر نگاه منفی جامعه به الکلیا و حتی سیگاریا رو تشدید میکرد، چون اینا کسایی بودن که گرفتار چیزای خیلی خطرناکی شدن که رهایی ازشون در اکثر موارد غیر ممکنه. تو این شرایط خاص اکثر روزنامه‌ها و مطبوعات هم طبق معمول سوار بر موج جامعه به این نگاه دامن می‌زدن. گاهی حتی مطالب اغراق‌آمیز و گزارش‌های باور نکردنی در می‌آمد که سیگار کشیدن رو در حد یه فاجعه اجتماعی بزرگ می‌کرد. برای مثال اوایل دهه دوم قرن گذشته معروف شده بود که بیشتر از 90% کسایی که به هر دلیلی و با هر جرمی پاشون به کلانتری و پلیس باز میشه سیگاری هستند. در این حال بعضی از سرمایه‌دارای بزرگ و افراد شناخته شدن بودند که سیگار رو پدیده‌ای خطرناک و مصرفش رو کاری غیر اخلاقی میدونستند. کسایی مثل هنری فورد معروف که اصطلاح بردهدار سفید کوچولو رو برای سیگار به کار می برد و قول داده بود که هرگز اجازه نده حتی یک نفر سیگاری تو تمام کارخونه هاش کار کنه. جنبش
اعتدال و پیگیری مخالفین در کنار صدها عامل کوچیک و بزرگ و پیچیده دیگه سرانجام سال 1920 باعث شدن الکل تو خیلی از ایالت‌های آمریکا به صورت قانونی ممنوع بشه و این ممنوعیت قانونی تو بعضی از ایالت‌ها حتی شامل سیگار هم میشد. اما چیزی که مهمتر از منع قانونی بود وجهه منفی و مخرب سیگار در جامعه بود که به اوج خودش رسیده بود. سیگار به یه عامل خطرناک تبدیل شده بود و به نظر می رسید فرهنگ و اخلاقیات اجتماعی بدون اینکه کوچکترین اطلاعی از اثرات مخرب سیگار روی سلامتی داشته باشه تونسته برای همیشه بزرگترین قاتل تاریخ بشر رو شکست بده. حتی کار به جایی رسیده بود که مصرف سیگار داشت تبدیل به یه تابوی نابخشودنی می شد و به خصوص در مورد خانم‌ها اصلاً قابل پذیرش نبود. زنی که سیگار می کشه تو اون مقطع حتی قابل تصور نبود. ولی متاسفانه این داستان یه سر دیگه هم داشت. سرمایه دارا و تولید کننده هایی که نمیتونستن از سود فراوون سیگار چشم پوشی کنن و همونطور که انتظار میره بیکار نشستن و تلاش برای غلبه بر اولین بحران بزرگ صنعتشون رو شروع کردن. تلاشی که در نهایت سرنوشت 10 میلیون انسان در طول یک قرن آینده رو رقم میزد. اونا همچنان به تبلیغات و تلاش برای ترویج سیگار ادامه میدادن و به خصوص تو ایالت‌هایی که منع قانونی کمتر بود یا وجود نداشت حتی بیشتر از قبل نفوذ میکردن. در دسترس بودن و سهولت مصرف و مهمتر از اون وابستگی و اعتیادی که سیگار ایجاد میکرد برگ برنده اونا بود و هرگز نمیذاشت مصرف کننده ها اونقدر کم بشن که به وخامت اوضاع و ورشکستگی تولید کننده ها ختم بشه. لابلای تمام این اتفاقا و تحولات جنگ جهانی اول تو دهه 1910 هم اتفاقی بود که تولید کننده ها تونستن به بهترین شکل ممکن ازش سود ببرن و کم و بیش جایگاه متزلزل خودشونو کمی بهبود بدن. ممنوعیت قانونی الکل تو آمریکا تا سال 1933 ادامه پیدا کرد و همونطور که کوچکترین تأثیری روی مصرف الکل و بازار اون نذاشت، هیچ تأثیری روی سیگار و گسترش اونم نتونست داشته باشه. احتمالاً تنها کسایی که از ممنوعیت الکل سود بردن قاچاقچی‌ها و باندای مافیایی بودن که تو این دوره 13 ساله حسابی جیبشون رو پر کردن و به همون شکل ممنوعیت و حتی تابو شدن سیگار هیچ اثری روی فراگیر شدن این قاتل کوچولو نداشت و در نهایت حتی دستاویزی شد برای جهش بلند کمپانی‌های تولید کننده به سمت فروش بیشتر و سود کلانتر. برگردیم به آمریکا، کمپانی‌های تولید سیگار و شیوه‌های زیرکانه گسترش بازارشون. دهه 1910 و تقریباً بلافاصله بعد از تجزیه شدن شرکت بزرگ تنباکوی آمریکا به 4 شرکت مستقل، رقابت بین این شرکت‌ها شروع شد و در اولین گام هر کدوم برند خاص خودشون رو معرفی و وارد بازار کردند. اما از بین تمام سیگارایی که وارد بازار شد، 2 برند فوق‌العاده موفق شدن و رقابت تنگاتنگی برای تصاحب بازار با هم داشتند. سیگار کمل که شرکت رینولدز می‌ساخت و سیگار لاکی استرایک که محصول کمپانی تنباکوی آمریکا بود.
تو اینترنت کمل و لاکی استراک رو جستجو کنید یا بخش کامنت های این اپیزود تو کانال تلگرام ما رو باز کنید، میتونید پوسترهای تبلیغاتی این دو برند معروف تو دهه‌های 1910 تا 1950 رو ببینید و خب با دیدن چند تا از این پوسترهای قدیمی خیلی راحت بعضی از تکنیک‌ها و حربه‌های تبلیغاتی این شرکت‌ها که فوق‌العاده مؤثر بودن و نبوغ اونا رو نشون میده رو متوجه بشید. برای نمونه تو اکثر پوسترهای لاکی استرایک تصویر خانمایی با صورت زیبا و متناسب رو میبینید که تو پس زمینه تصویرشون یه سایه زشت و چاق دیده میشه و خب تفسیرش اینه که اگه میخواید همینطور که هستید زیبا و جذاب باشید و شبیه سایه‌ای که تو پوستر هست نشید، پس سیگار بکشید. این یکی از مؤثرترین تبلیغایی بود که سالهای سال شرکت‌های تولید کننده روش تمرکز داشتن و با کمک اون مردم رو به سیگار کشیدن تشویق می‌کردن. به خصوص تو شرایط نامساعد دهه 1910 و 1920 که جامعه نگاه منفی به سیگار داشت، ساختن ویژگی‌های خاص درمانی و مزیت‌های الکی برای سیگار خیلی ها رو مجاب میکرد یا در واقع بهانه‌ای بهشون میداد که اون نگاه منفی رو نادیده بگیرن و به خاطر این مزیت‌ها هم که شده سیگار مصرف کنند و سلامت و زیبا بمونن. گرچه خب این تبلیغ آنچنان بی اساس نبود، چون به هر حال سیگار تا یه حدی باعث بی اشتهایی و در نتیجه لاغری میشه، اما حتی این تأثیرش هم واقعا اونقدر که تولید کننده ها تو بوق و کرنا میکردن نیست. تازه این تنها مزیتی نبود که روش مانور میدادن. هر کدوم از شرکت ها مدعی مزیت های مخصوصی برای برند خودشون بودن و لیست خاص درمانی خودشونو داشتن، از آرامش بخش بودن گرفته تا فوایدش برای گلو، صدا و ده ها مورد دیگه. از این تبلیغ مؤثر و خاصیت لاغر کننده سیگار بگذریم و دوباره برگردیم روی پوسترهای تبلیغ سیگار و یکی دو تا نکته دیگرشون رو به عنوان مشت نمونه خروار بشنویم. نکاتی که همشون حساب شده و بر اساس ظریف‌ترین و برترین محاسبات بازاریابی و حتی روانشناسی طراحی شده بودن و تأثیرشون به حدی بود که سیگار روز به روز به شکل تصاعدی رشد میکرد. Light up the lucky, it's light up time. Be happy, go lucky, it's light up time. For the taste that you like, light up the lucky strike. Relax, it's light up time. You know, friends, a Lucky tastes better every time. Cleaner, fresher, smoother. Try 'em. You'll say Lucky's are the best tasting cigarettes you ever smoked. هر برند شعار خاص خودشو ساخته بود و کاری کرده بود که ورد زبون کوچیک و بزرگ بشه. علاوه بر اون روی تمام پوسترهای لاکی استرایک میتونید با حروف بزرگ جمله توست شده رو ببینید. به این معنا که تنباکوی سیگار لاکی استرایک با روش معمولی خوش نمیشه، توست میشه. ویژگی که در واقعیت کاملا بی اهمیت و بی ارزش بود، اما خب اساس تبلیغات لاکی بود و فوق‌العاده روی فروش و گسترش بازارش تاثیر داشت. یا شاید جالبتر از همه اینا کلمه اینستد باشه که اگه کمی دقیق بشید روی پوسترهای لاکی تقریبا توی همشون میتونید ببینیدش. اینستد میدونید که یعنی به جای، اما به جای چی؟ حتما یادتون هست تو قسمت اول درباره قیمت‌های اعشاری و پول خرد صحبت کردیم. پس به جای شکلات، آب نبات و شکلات مضر هستند. شما رو چاق میکنن. اما سیگار نه تنها مضر نیست، بلکه شما رو لاغر و خوش هیکل نگه میداره. پس به جای آب نبات و شکلات لاکی بردارید.
ممکنه به نظر مسخره بیاد، اما همین یک کلمه واقعاً جز شاهکارهای شرکت‌های سیگار بود و نقش بزرگی در گسترش سیگار داشت. اونقدر که حتی توی یه مقطعی شرکت‌های تولید کننده آب نبات و شکلات ازشون شکایت کردند که سیگار تبلیغ خودش رو روی آب نبات و شکلات ما سوار کرده که فروشمون به شدت کم شده. Light up, lucky, it's light up time. Be happy, go lucky, it's light up time. For the taste that you like, light up a lucky strike. Relax, it's light up time. There's a time and a place for everything. And the right time for a Lucky is any time you want to enjoy a great cigarette. And the right place for a Lucky is wherever you happen to be at the time. You'll always enjoy Luckies because Luckies taste better. Lucky Strike is made of fine, naturally good-tasting tobacco. And it's toasted to taste better, cleaner, fresher, smoother. از صدها شگرد و حربه تبلیغاتی سیگار فروشا اینا فقط 2 یا 3 نکته جالب و مشخص بود. ما اینجا از روش‌های مشخص با هزینه‌های سرسام‌آور چیزی نگفتیم، چون به راحتی میتونید اونا رو حدس بزنید. بیلبوردهای خیلی بزرگ تو مکانهای خیلی معروف و گرون قیمت، راه انداختن کمپین‌های بزرگ تبلیغاتی تو رسانه‌ها و سراسر کشور، پرداخت 10,000 و 100,000 دلار به هنرپیشه‌ها و حتی ورزشکارای مطرح برای تبلیغ سیگار و همینطور الی آخر لیست کنید. تمام اینا روش‌های حساب شده و دقیقی بودن که کمپانی‌های تولید سیگار با استخدام ماهرترین و بهترین بازاریابا و حتی روانشناسا و متخصصای مختلف تو رشته‌های متفاوت کشف می‌کردن و به اجرا می‌ذاشتن. رقابت شدید بین تولید کننده ها و پتانسیل بازار سیگار باعث می شد این کمپانیا هیچ ابایی از خرج کردن پول و صرف هزینه‌های گزاف برای تبلیغات نداشته باشند و متاسفانه هر چقدرم که پول بیشتری صرف تبلیغ می کردن، پول بیشتری هم در می آوردن. اوج هنر و شگفتی سازی تولید کننده ها تو تبلیغات و مجاب کردن مردم به کشیدن سیگار از سال 1929 بود. لاکی استرایک یک تاز بازار سیگار بود و روز به روز فروشش بیشتر می شد. اما جورج واشنگتن هیل، مالک کمپانی تنباکوی آمریکا که در واقع نسل دوم از جانشینای بوکانان دوک بود، اصلاً به این مقدار راضی نبود. اون میخواست هر آمریکایی یه بسته لاکی استرایک تو جیبش باشه و این شعارش بود. عملی کردن این شعار هم در مورد مردا با کمی تلاش و تبلیغات بیشتر کار سختی نبود. اما مانع بزرگ زنا بودن که اکثراً به شدت مخالف سیگار بودن و بدتر از اون سیگار کشیدنشون همونطور که قبلا گفتم تبدیل به نوعی تابو شده بود و حتی هیچ مردی هم نمیتونست زن سیگاری رو یه زن سالم و پاک بدونه. جورج واشنگتن هیل به خوبی از این مانع آگاه بود و میدونست که اگه میخواد شعارش رو عملی کنه باید این تابو رو بشکنه و نصف دیگه جامعه که زنان بودن رو مشتری خودش رو لاکی استرایک کنه. پس سال 1928 مرد نامرئی و مهندس بی همتای افکار عمومی رو برای حل این مشکل استخدام کرد. ادوارد برنیز، خالق اصطلاح و علم روابط عمومی که این روزا تو تمام شرکت‌ها و اداره‌ها به کار میره، متخصص بی‌نظیر پروپاگاندا و نابغه مهندسی افکار عمومی و خواهرزاده فروید
روانشناس معروف. برنز با حقوق نجومی استخدام شد تا به عملی شدن شعار واشنگتن هیل کمک کنه و با نبوغی که داشت خیلی زود و به راحتی تونست مشکل رو حل کنه. سال 1929 تو خیابونا و هتل‌های بالای شهر نیویورک زنایی دیده می شدن با ظاهری اونقدر شیک و عالی که از دور داد می زدن فوق‌العاده با شخصیت، تحصیل کرده و با کمالات هستن. اما تناقض اینجا بود که همشون سیگار تو دستشون بود و اصلاً هم حاضر نبودن به خاطر نگاه‌های چپ چپ یا حتی تذکر و تهدیدهای مردم سیگارشون رو خاموش کنن. همین لحظه احتمالاً خیلی اتفاقی سر و کله عکاسا و خبرنگارایی پیدا می شد که از این زنای شجاع عکس می گرفتن و روزای بعد تصویر بزرگ زنان تحصیل کرده و با شخصیت سیگاری که با شجاعت تمام حاضر نبودن سیگارشون رو خاموش کنن رو جلد روزنامه ها و مجلات چاپ می شد. اون زمان احتمالاً کمتر کسی می دونست که همه اون خانمای سیگاری و تمام خبرنگارا و روزنامه هایی که عکسشون رو چاپ می کردن همگی در استخدام ادوارد برنز بودن و برای این نمایش ازش پول گرفته بودن. جالبتر این که برتا هانت، زنی که بیشترین سر صدا رو راه انداخت و عکسش در حال سیگار کشیدن تبدیل به نماد شجاعت زنان شد، در اصل منشی خود ادوارد برنز بود. و بعد از این سر صدا برنز با زیرکی تمام سیگار کشیدن خانوما رو به مسئله حقوق زنان و تبعیض جنسیتی گرفت و حتی فراتر از اون سیگار رو تبدیل به نماد برابری خواهی جنسیتی کرد. اگه مردا حق دارن سیگار بکشن، پس مسلمه که زنان چنین حقی دارن و نگاه جامعه به زنان سیگاری مصداق کامل تبعیض جنسیتیه. و به همین سادگی سیگار تبدیل شد به مشعل آزادی. زنان مبارز و برابری خواه، فمینیست ها، برابری خواهان و روشنفکران بشتابید و برای جنگ علیه تبعیض جنسیتی شما هم مشعل آزادی رو روشن کنید. میتونید حدس بزنید که برنامه ادوارد برنز چقدر موفق بود. حتی با وجود نگاه منفی که مردم نسبت به سیگار داشتن، جامعه آمریکا تقریباً بدون استثنا گول خورد. طبیعیه که حتی روشنفکرترین و تحصیل کرده ترین قشرهای جامعه هم از برابری زن و مرد حمایت کردند و علیه تبعیض جنسیتی به پا خواستند. و تو اون شرایط که ادوارد برنز طراحی کرده بود، نمیشد که علیه تبعیض جنسیتی حرف بزنی و بگی زنان همچنان حق سیگار کشیدن ندارن یا سیگار کشیدن زنها صورت خوشی نداره. همه از سیگار کشیدن زنها حمایت کردن و به همین راحتی نه تنها تابوی سیگار کشیدن زنان برداشته شد، بلکه سیگار تبدیل به مشعل آزادی و نماد برابری شد. ابتکار و قدرت ادوارد برنز در مهندسی افکار عمومی فقط با یه حرکت و در یک گام صنعت سیگار و فرسنگ‌ها جلو برد و سود کمپانی‌های تولید کننده رو 10 برابر کرد. اما برنز هنوز ایده‌های زیادی برای اجرا داشت و تو گام بعد سراغ هالیوود رفت و سیگار رو تبدیل به پایه ثابت فیلم‌های هالیوود کرد. یا بذارید اینطور بگم که پول داد تا کارگردانای هالیوود رو راضی کنه که تو فیلماشون هنرپیشه‌ها دم به دقیقه سیگار بکشن. همین به خودی خود برای صنعت سیگار یه انقلاب بزرگ ایجاد می‌کرد.
اما طبق معمول قدرت و خلاقیت برنیز فراتر از این بود که به همین بسنده کنه. اینجا مثل موضوع حقوق زنان که سیگار رو تبدیل به مشعل آزادی کرد، میخواست از سیگار نماد بسازه و احتمالاً اگه اهل فیلمای قدیمی هالیوود باشید نگفته میدونید که چقدر تو این کار موفق بوده. برنیز شخصاً معتقد بود که هر نوع احساسی رو میشه با سیگار نشون داد، از غم گرفته تا شادی و ترس و اضطراب و به خصوص میل و رفتار جنسی و سکس. و این باور خودشو با زور پول به اجرا در آورد و هالیوود رو 6 دنگ در خدمت ترویج سیگار گرفت. اینقدرم با مهارت این کار رو انجام داد که توی یه مقطعی کلاً حرکات جنسی و سکس از فیلم‌های هالیوود حذف شده بودن و سیگار جاشون رو گرفته بود. در واقع سیگار تبدیل شده بود به سمبل و نماد سکس. طبیعی هم هست که اخلاقگراها و سانسورچیای اون دوره بازم گول خوردن و از این ایده برنیز استقبال و حتی حمایت کردند. نشون دادن سیگار که مشکلی نداشت، اما نشون دادن سکس و رفتارهای جنسی توی فیلم‌ها البته که پر از مشکل بود. خانواده فیلمو میبینه، بچه ها میبینن، غافل از این که تکنیک‌ها و روش‌های تبلیغ موثری که کمپانی‌های تولید سیگار البته با استخدام و کمک نوابغی مثل ادوارد برنیز به کار می‌بردن، حتی موانع بزرگی مثل تابو بودن سیگار برای خانم‌ها رو به راحتی از جلوشون برداشت و حالا اونا به اوج ثروت و قدرت رسیده بودن. با این حال رقابت بین خود شرکت‌ها همچنان ادامه داشت و هیچ کدوم هرگز حتی از کوچکترین فرصت برای تبلیغ محصولش و سیگاری کردن افراد بیشتر نمیگذشت. تبلیغات و روشایی که ممکنه بعضیاشون به نظر بیش از حد ساده و پیش و پا افتاده بیان، ولی همونا باعث شدن سیگار کل صنعت تنباکو رو ببلعه و اواسط قرن گذشته سهم سیگار از تنباکوی جهان به 80% برسه. سهمی که تو آغاز قرن 20 فقط کمتر از 5% بود. اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 قرن گذشته شرکت‌های تولید کننده یه شیوه تبلیغاتی تازه رو کشف کردن که تونست دوباره جهش بزرگی توی فروششون و غالب کردن سیگار به مردم ایجاد کنه. اونا به درستی فهمیده بودن که پزشکا تاثیرگذارترین قشر جامعه هستن و میشه با سرمایه گذاری روی اونا یک گام بزرگ دیگه برای افزایش فروش برداشت. پس پزشکا وارد تبلیغات سیگار شدن. پزشکایی که خودشون سیگار میکشیدن و یک برند خاص رو به عنوان بهترین سیگار بازار توصیه میکردن. What cigarette do you smoke, doctor? The brand named most was Camel's. Tens of thousands of doctors, general practitioners, surgeons, specialists, doctors in every branch of medicine were included. And according to this nationwide survey, more doctors smoke Camel's than any other cigarette. Try Camel's yourself, the cigarette so many doctors enjoy. امیدوارم تمام چیزایی که اجباراً خیلی خلاصه و کوتاه گفته شدن برای پی بردن به سیاست و زیرکی کمپانیای سیگار و نقششون در فراگیر شدن سیگار کافی بوده باشه و حداقل تأثیرش این باشه که وقتی یه نفر سیگاری رو میبینیم فقط خود سیگار اون آدم رو گناهکار ندونیم. تبلیغات وسیع و قدرت بی‌نظیر تولید کننده برای مجاب کردن مردم به مصرف سیگار تو قرن گذشته بیشتر از نصف جمعیت آمریکا رو سیگاری کرده بود. بین 50 تا 60% مردم آمریکا سیگار مصرف می‌کردن و کمپانی‌های تولید کننده سرمست از موفقیت به اوج قدرت و ثروت و ثبات رسیده بودند. اما این سرمستی و هیجان دوام زیادی پیدا نکرد و اوایل دهه 1950 کابوس بزرگ تولید کننده ها شروع شد. سرانجام بعد از 10 سال پیشروی
علم پزشکی ثابت کرد که سیگار عامل اصلی سرطان ریه و ده‌ها بیماری دیگر است. روندی که منجر به کشف سرطانزایی شد و همینطور برخورد کمپانی‌های تولید کننده و مردم با این کشف رو تو قسمت آخر از مجموعه سیگار دنبال می‌کنیم. البته ما امروز حدود 70 سال بعد از این کشف داریم زندگی می‌کنیم و با وجود 1.5 میلیارد سیگاری تو دنیا می‌دونیم که این کشف بزرگم آنچنان تأثیر روی فروش سیگار و سود سرشار تولید کننده نذاشت. اما خب حداقل اون زمان و با این کشف مهم به نظر میرسید که سیگار به پایان راه خودش رسیده و احتمالاً برای شما هم جالبه که بدونید شرکت‌های تولید سیگار چطور با این مشکل جدی برخورد کردن و اونو پشت سر گذاشتن بدون اینکه ضربه بزرگی به فروش و سودشون وارد بشه. اما برای پایان این قسمت اجازه بدید یکی دیگه از شاهکارهای شرکت‌ها رو هم بگم که نمونه خیلی خوب و البته معروفیه برای نشون دادن نحوه برخورد غولای صنعت سیگار با مشکلاتی که بهش برمیخوردن و کمک میکنه وقتی تو قسمت بعد مواجهشون با بزرگترین معضل صنعت سیگار یعنی سرطانزا بودنشون رو تعریف کردیم زیاد تعجب نکن. داستان معروف لاکی استرایک سبز و رفتنش به جبهه جنگ جهانی دوم. برند لاکی استرایک رو سال 1917 کمپانی تنباکوی آمریکا با شکلی تازه وارد بازار کرد و تقریباً بلافاصله اونو تبدیل به موفق ترین برند سیگار در آمریکا کرد. پاکت‌های لاکی استرایک از همون اول رنگشون سبز بود و خب به نظر خیلی هم خوشگل و شیک و تر و تمیز طراحی شده بودن. اما تو دوران ریاست جورج واشنگتن هیل و استخدام صدها بازاریاب و روانشناس و حتی نابغه‌هایی مثل ادوارد برنز مشخص شد که بین تمام رنگا رنگ سبز از همه نظر چه تاثیر روانی، چه زیبایی و چیزای تطابق با مد و لباس و ستای اون زمان بدترین رنگ ممکن برای سیگاره. این باعث شد که یکی از دغدغه‌های اصلی واشنگتن هیل عوض کردن رنگ سبز سیگارش باشه که البته ممکن نبود. لاکی استرایک حداقل 20 سال با همون رنگ سبز تو بازار بود و با همون رنگ تبدیل به شناخته شده ترین و معروف ترین سیگار آمریکا شده بود. در واقع میلیون ها دلار صرف تبلیغ همین شکل و شمایل شده بود. پس طبیعیه که تغییر رنگش به راحتی میتونست فاجعه بسازه و این برند موفق رو نابود کنه. این مسئله سالها جورج واشنگتن و کمپانیش رو آزار میداد و واقعا نمیتونستن راه حلی برای تغییر رنگ برندشون پیدا کنن. زمانی که جنگ جهانی دوم شروع شد، ریموند لوی در استخدام شرکت تنباکوی آمریکا و یه جورایی جانشین ادوارد برنز بود. یکی دیگه از نوابغ تاریخ بازاریابی و تبلیغات که ایده به جبهه رفتن لاکی استرایک رو ارائه داد و مشکل چند ده ساله کمپانی تنباکوی آمریکا رو به سادگی حل کرد. لوی خیلی راحت پول داد و توی روزنامه‌ها و رسانه‌ها این شایعه رو پخش کرد که ارتش آمریکا با کمبود رنگ سبز و حتی کمبود مس که برای ساختن رنگ سبز خیلی مصرف میشه مواجه شده و از اونجا که اکثر ادوات ارتش و یونیفرم‌هاش به رنگ سبز هستن، این میتونه برای ارتش عواقب فاجعه بار داشته باشه. خب بقیه‌شو میتونید حدس بزنید. چیزی نگذشت که پاکت‌های لاکی استرایک به نفع ارتش آمریکا و به خاطر ارق ملی و وطن پرستی کمپانی تنباکو سفید شد.
تا کمکی به ارتش آمریکا باشه و بتونن همه مس و رنگای سبز اونا رو بردارن. و اینطور شد که لاکی استرایک سبز به جبهه رفت و به جاش لاکی استرایک سفید به بازار اومد. اپیزود 5 از پادکست تکامل و دومین قسمت از مجموعه داستان سیگار رو شنیدید. ادامه داستان رو توی قسمت بعدی این مجموعه دنبال میکنیم. من سارا به همراه امیر تا قسمت بعد براتون آرزوی سلامتی میکنیم.